خب بریم شروع کنیم با هوش مصنوعی چت جی پی تی تخصصی حسابداری، ببینیم که چه کمکی میتونیم بگیریم برای اینکه پایه دانشمون رو قوی کنیم. اول اینکه وارد وبسایت openai.com میشیم. در پایین این پیج گزینه دانلود رو که بزنیم، از من میپرسه که برای موبایل میخواید، iOS، اندروید، یا اینکه برای دسکتاپ میخوای، برای کامپیوتر میخوای، حالا مکینتاش یا ویندوز. بعد از اینکه نصب میکنید یک همچین صفحه رو در اختیار شما میگذاره و به محض اینکه شما استارت ناو رو بزنید وارد پیج اصلی میشیم. اینجا فضایی هستش که ما باید کار کنیم. اول اینکه اگر کشوی اینجا رو باز کنید انواع مختلف چت جی پی تی رو میبینید که ما چون از سرویس رایگان داریم استفاده میکنیم. این گزینه در اختیارمونه و نسخه پلاس برای سرویس اشتراکی است که باید دلار بپردازید. اینجا فضایی هست که شما میتونید چت کنید، پیام هاتون بنویسید، بهش میگیم پرامپت نویسید، تکنیک های خاص خودش رو داره. فعلا از پرامپت های خیلی ساده شروع میکنیم. اینجا چت های قبلی رو بهتون نشون میده. اگر خواستید در چت های قبلی که به مرور قطعا تعدادشون زیاد میشه گزینه رو سرچ کنید، از علامت ذره بین استفاده میکنید و سرچتون رو انجام میدید. این گزینه برای زمانی که میخواین چت جدید رو شروع کنید. قبلا چت کردین، صحبت کردین، حالا میخواین که از صفر مجددا یک گفتگوی رو شروع کنید. گزینه هایی که این پایین داریم، اگر روی علامت به اضافه قرار بگیرید اتچ فایلز رو میبینید، یعنی که میتونید یک سری فایل رو به چت جی پی تی بدین و درباره اون فایل ها صحبت کنید، مثلا پی دی اف یک موضوعی رو. یا اینکه میتونید مستقیما کانکت بشین به فضای ابری و از فضای ابری فایلی رو بردارید. یا اینکه وارد گوگل درایو بشید، یا اینکه آپلود کنید از روی کامپیوتر خودتون، وارد درایو های مثلا C, D, E, F اینا بشین و فایلی رو بردارید. ما راجع به این گزینه ها قطعا صحبت خواهیم کرد، هیچ گزینه رو نمیگذاریم. سرچ برای زمانی که شما پرامپت رو می نویسی، میخوای درباره موضوعی صحبت کنه اما میگی برو نت رو سرچ کن برام، یعنی با استفاده از اطلاعات اینترنت برو و برام مطلب بیار. تفاوتش رو میبینیم. ریزن فکر میکنه. ببینید سینک، قبل از اینکه پاسخ بدی فکر کن، بعد پاسخ بده. دیرتر پاسخ میده اما دقیقتر، و اینکه من چه زمانی از کدوم گزینه ها استفاده کنم به مرور توی آموزشمون میبینیم. گزینه آخرم بگیم برای زمانی هست که ما میخوایم وایس صحبت کنیم، یعنی که من با وایس صحبت کنم، اون هم با وایس جواب منو بده. آموزش رو قطعا داریم. یک سوال خیلی ساده رو میپرسم. میبینید خیلی دقیق، گام به گام، قدم به قدم برای من تکنیک ها رو توضیح داد، مسائل رو حل کرد، مثال زد و الی آخر. خط آخر رو دقت کنید. اگر نیاز به توضیحات بیشتری بود بگو تا برات توضیح بدم. من یک بخشی رو میارم، میام توی خط پرامپت،
و اینجا براش چی میگم؟ مطالبی که در کتاب هاست. اما مزیت خوبش اینه که شما میتونید پرامپت بعدی بنویسید که خیلی ساده تر توضیح بده یا خیلی حرفه‌ای تر توضیح بده یا در 3 خط توضیح بده. درسته؟ من میگم حساب بانکی، خودرو شخصی، دیدین؟ خودرو شرکت، بدهی بانکی. درسته؟ زمین شرکت دیگه تکراره دیگه. درسته؟ اگه من اینجا نیو چت رو بزنم، ببینید قبلی ها رو کاملا پاک میکنه. این بار من سرچ رو میزنم و مجددا همین سوال رو میپرسم. معادله ببینید چه تفاوتی داره. دیدین؟ یک لحظه نوشت search the web، میره وب رو میگرده، با استفاده از اطلاعاتی که در وبسایت ها هست به من توضیح میده. مزیت خوبش چیه؟ ببینید مزیت خوبش اینه که سورس ها یا منابع رو در اختیار من میگذاره. میگه من سورس ها رو اینجا برات گذاشتم. کلیک اگه بزنیم اینجا، ببینید ریز بریز همین چند خط از این تعداد وبسایت استخراج شده. میره این سایت ها رو میخونه، بهترین جملات، بهترین گزینه‌ها رو انتخاب میکنه، در اختیار من میگذاره و من هر کدوم از اینها رو که بخوام میتونم استفاده کنم. سایت ها رو ببینید و هر کدوم بخوام ریزتر ببینم میشه، فقط کافی که اینجا کلیک کنم. وارد سایت سپیدار سیستم میشیم. این هم صفحه سپیدار و توضیح معادله حسابداری. خب تا همینجا باشد، ادامه دارد، استفاده کنید. خدا نگهدار.